چاهی که ارتش آمریکا اجازه این نزدیک شدن مگس رو هم بهش نمیده. انگار خیلی ازش میترسن. این چاهو یه آقایی تو سال 1993 به اسم بیل واترز که تو زمینی در موناستاشی آمریکا بوده میخره. تو سال 1996 واترز تصمیم میگیره که ببینه عمق این چاه چقدره. جالب بدونین که خیلی از مردم این منطقه آشغالای خودشون رو مثل یخچال سوخته و وسایل به درد نخور رو تو این چاه مینداختن، اما در کمال تعجب هیچ صدایی به گوش نمیرسیده که آشغال به انتهای چاه رسیدن. انگار که هیچ تهی نداشته. با این حال واترز تصمیم میگیره که عمق چاه رو اندازه بگیره. اون تعداد زیادی قرقره نخ میخره و به داخل چاه میندازه، اما قرقره ها تموم میشن. واترز حدس میزنه که عمق چاه بیشتر از 24,000 متر باشه. از همه اینا ترسناکتر اینه که سگ واترز همیشه مانع نزدیک شدن صاحبش به دهانه چاه میشده. انگار چیزی توی اون چاه وجود داشته. داستان تا جایی ادامه پیدا میکنه که یکی از دوستای واترز میگه من وقتی که لاشه سگمو به داخل چاه انداختم، چند وقت بعد دقیقاً همون سگ با همون قلاده نزدیک خونمون پرسه میزد. خیلی زود ارتش آمریکا وارد عمل میشه و از اون روز به بعد هیچ وقت به واترز اجازه ورود به ملکشو ندادن. به نظرتون ممکنه تو چاه یه سیاهچاله کوچیک باشه؟ چی باعث شد که ارتش آمریکا پاشو اونجا بذاره؟